It's been an eventful summer. Raindrops on roses. یه دقیقه صبر کنید. میدونی چرا انگلیسی ها همش از عبارت it's been استفاده میکنن؟ مثلا میگن it's been a long day یا میگن it's been 2 years یا میگن it's been amazing. حس کردی این عبارت چقدر میتونه توی مکالمه های روزمره به کارت بیاد؟ نه فقط برای گذشته، بلکه برای نشون دادن تجربیات، مدت زمان و حتی احساسات. پس اگه میخوای توی مکالمه ها طبیعی‌تر و مثل نیتیو ها حرف بزنی، چاپ چاپ با من همراه باش، چون قراره با هم دیگه کلی اصطلاحات و گرامرهای جذاب اینطوری داشته باشیم. Hi everyone, welcome to English Terra. We are so happy to have you here. خوش اومدید به پارت 2 یادگیری زبان انگلیسی با سریال ونزدی. توی این اپیزود قراره با هم دیگه فصل دوم ونزدی رو کار بکنیم و کلی از توش آموزش با اصطلاحات جدید و حتی گرامرهای خوب یاد بگیریم. پس با من همراه باش. It's been an eventful summer. Raindrops on roses. It's been an eventful summer یا it has been an eventful summer. یعنی یه تابستون پرماجرا بود. eventful به معنی پرماجرا هستش. حالا ما میخوایم با این یه مثال بزنیم. میگیم today was really eventful. Today was really eventful. یعنی امروز خیلی پرماجرا بود. خب حالا ساختارش چیه؟ ساختار ما present perfect هستش. present perfect ساختارش چجوریه؟ ما ساب رو داریم plus have or has plus past participle یا قسمت سوم فعل. ساب که همون subject هستش، ما she, he، همه اسامی یا I, you, we همه اینا رو میتونیم داشته باشیم plus have or has برای she, he و اسامی has میاریم و برای I, you, we چی میاریم؟ have میاریم. به اضافه قسمت سوم فعل، یعنی بعد از past ما یه قسمت سوم فعل داریم که میتونیم از اون استفاده کنیم. حالا ما میخوایم بگیم present perfect چه زمانی استفاده میشه. شماره 1 وقتی تو بخوای از تجربهات صحبت کنی، مثلا میگی I've been in France. I've been in France یعنی من در فرانسه بوده ام. شماره 2 یه عملی رو انجام دادی گذشته ولی نتیجهش هنوز مشخصه. مثلا I've lost my keys. I've lost my keys یا she's broken her leg. She's broken her leg یعنی پاش شکسته. کلیدامو گم کردم. اینا هنوز نتایجش مشخصه. شماره 3 یه اقدامی که چندین بار انجام شده. برای مثال چی میشه؟ We have visited them 3 times. We have visited them 3 times. 3 بار تا الان بهشون سر زدیم. شماره 4 یه اقدامی که توی گذشته انجام شده و تا الان هم ادامه داره. با for و since هم علامتش رو نشون میدیم. مثلا میخوایم بگیم I've been here for 5 years. I've been here for 5 years. 5 ساله که من اینجا. Soon, mother. Soon. Chop chop. چاپ چاپ عجله کن زود باش. برای مثال تو میتونی بگی Dinner is getting cold. چاپ چاپ غذا داره سرد میشه زود باش عجله کن. I'm still pondering. I want to do what's best for Nevermore, but I'm still pondering یعنی هنوز دارم فکر میکنم. میدونم الان توی ذهن تو یه سوال پیش اومده، میگه خب این فرقش با thinking چیه؟ من میتونم از thinking هم استفاده کنم. فرقش اینه که thinking برای فکراییه که خیلی محدودن، کوتاهن و فکر خاصی نیست. ولی pondering مختص فکرایی میشه که خیلی عمیق تو احتیاج داری که بهش فکر کنی. مثلا میتونه راجع به یه کاری باشه، راجع به یه پیشنهاد کاری باشه یا هر چیزی که خیلی احتیاج به فکر عمیق داری. برای مثال میتونی بگی She's pondering his offer. She's pondering his offer. داره به پیشنهادش فکر میکنه. پس این پیشنهاد خیلی عمیقه که اون داره بهش فکر میکنه. یه پیشنهاد خیلی جدیه که احتیاج به فکر کردن زیاد داره. نمیتونه بگه thinking به خاطر اینکه میخواد روی اون پیشنهاد خیلی عمیق فکر کنه، طولانی فکر کنه. What? Are you pranking me now? Are you
pranking me now؟ یعنی داری با هم شوخی میکنی، داری دستم میندازی. وقتی کسی یه حرف غیر منتظره و عجیب یا اصلا نمیدونی حرفش جدیه یا شوخی بهت میزنه، میتونی بگی Are you pranking me now؟ داری منو دست میندازی، داری با هم شوخی میکنی. خب برای مثال ما میتونیم بگیم They're always pranking each other at work. They're always pranking each other at work. یعنی اونا همیشه سر کار همدیگه رو دست میندازن، با همدیگه شوخی میکنن. I'm flattered, but it's gonna be so much more fun watching you grope around in the I'm flattered به این معنی که من خیلی خوشحال شدم. فرقش با happy چیه؟ happy خوشحالی سطحی، رضایت یا حالت کلی داره. ولی flattered رو تو وقتی میتونی به کار ببری که یکی بهت توجه خاصی کرده، یکی بهت اهمیت خاصی داده و تو احساس مهم بودن میکنی. برای مثال تو میتونی بگی I'm flattered you remember my birthday. I'm flattered you remember my birthday. من خیلی خوشحالم تو تولد منو یادت هست. یا برای happy میتونی بگی I am happy today. من امروز خوشحالم. پس این یه رضایت کلی هستش. Why would I do something so rash? Because once you told my mother that you're finally getting me into the family business. Why would I do something so rash؟ چرا من باید همچین کار عجولانه ای انجام بدم؟ Why would I به معنی چرا من باید. So rash به معنی نسنجیده، غیر منطقی، عجولانه. A rash decision به معنی تصمیم عجولانه. Don't be rash به این معنی که انقدر عجولانه، انقدر نسنجیده رفتار نکن. اما ساختار گرامری و کاربردی اینجا چیه؟ آقا من ساده بخوام بهت بگم، وقتی داری یه چیزی رو رد میکنی، داری از خودت دفاع میکنی، یه چیزی رو زیر سوال میخوای ببری، از این ساختار استفاده میکنی. ساختارش به این صورته: why would plus sub plus base verb. برای مثال میتونی بگی Why would I lie to you? Why would I lie to you? چرا باید بهت دروغ بگم؟ یا Why would she steal your phone? Why would she steal your phone? چرا باید گوشی تو رو بدزده؟ We forge our own path, dig our own grave. We forge our own path. این یه اصطلاح انگیزشی و استعاره‌ایه که وقتی مردم میخوان شجاعت، استقلال و متفاوت بودن رو نشون بدن ازش استفاده میکنن. forge در اینجا ساختن یه چیزی با تلاش، استقلال و دقت زیاده. ولی در اصل از آهنگری میاد وقتی آهنگر میخواد آهن رو شکل بده. Our own path یعنی مسیر زندگی خودمون، استقلال خودمون، مسیر زندگی متفاوت. پس کل عبارت یعنی ما مسیر زندگیمون و زندگی خودمون رو با استقلال و تلاش و اراده میسازیم، حتی اگه با مسیر زندگی دیگران متفاوت باشه. حالا چه وقتی ازش استفاده میشه؟ وقتی بخوای بگی مستقل هستی و از کسی تقلید نمی کنی، مسیر متفاوتی از جامعه، دوستان و خانوادت انتخاب کردی، داری یه راه جدید رو شروع میکنی، مثل یه کار خلاقانه، مهاجرت یا راه اندازی یک کسب و کار. حالا یه نکته مهم بگم، این عبارت خیلی مثبته و همیشه تو جاهای مثبت ازش میتونی استفاده کنی. Have you ever come across the name Rosalind Rotwood? Have you ever come across the word؟ یعنی تا حالا با این کلمه برخورد کردی. Come across به معنی برخورد کردن به صورت تصادفی یا شنیدن به صورت تصادفی یا حتی دیدن به صورت تصادفیه. کجاها استفاده میشه؟ وقتی کسی بخواد یه واژه یا اصطلاح جدید به کار ببره. مثلا Have you ever come across the word serendipity? Have you ever come across the word serendipity؟ تا حالا با کلمه serendipity برخورد کردی؟ حالا سوال اینه، به جز word با کلمه دیگه میتونه بیاد؟ بله میتونه بیاد. ساختار کلی اینه: come across plus names, come across plus person, come across plus an idea, come across plus a mistake. Have you ever put yourself in someone else's shoes just to see how they felt? Have you ever put yourself in someone else's shoes؟ یعنی تا حالا خودتو به جای کسی گذاشتی. shoes به معنی کفشه، ولی توی این اصطلاح به این معنیه که تو خودتو به جای کسی بذاری. کاربردش برای چیه؟ کاربردش برای اینه که وقتی تو به یه نفر بخوای بگی اینو قضاوت نکن، خودتو بذار به جاش. مثلا I know he was rude, but try to put yourself in his shoes. I know he was rude,
but try to put yourself in his shoes. به این معنی که من میدونم اون بی‌ادبه ولی سعی کن که تو خودتو به جای اون بذاری. حتی امینم هم تو آهنگش میگه In my shoes just to see what it's like to be me. I'll be you, let's trade shoes. میگه تو بیا جای من میام جای تو. بیا جاهامونو عوض کنیم. ببین میتونی شبیه من باشی. خب اینم از پارت 2 سریال ونزدی. امیدوارم که لذت برده باشی. یادت باشه زبان مثل ریاضی و فیزیک یه درس نیست بلکه یه نوع ارتباط برقرار کردنه. پس تو باید با عشق بهش نگاه کنی. واقعا از نظر من این که بخوای به یه زبان دیگه ای بگی چه حسی داری خیلی قشنگ و جذابه. پس ازت میخوام با من همراه باشی چون آموزش ما به یه صورتیه که اون حس رو برای تو ایجاد میکنه. دوستتون دارم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه لذت بردید حتما برام یه قلب قرمز کامنت کنید. زنگوله رو بزنید که یه حس دیگر رو از دست ندید. سابسکرایب یادتون نره. لایک هم یادتون نره. تا تا.